این هفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه پس لرزه های گردهمایی مقاومت در پاریس و اعتراف آخوندا به موقعیت بین المللی و داخلی دشمنان نظام. ارتباط با و اتحادی که بین آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل اتفاق افتاده در مقابله با ملت ایران این هست که با تقویت گروه‌های مانند منافقین و جای دادن اون در بین ملت ایران و فراهم کردن به حضور و نفوذ و جنگ افروزی و ایجاد اغتشاش در شهرهای مختلف ایران هست، باید یک عادی سازی نسبت به این چهره اتفاق بیفته تا هم حمایت بین المللی اینها توجیه بشود، همین که افکار عمومی ملت ایران اون حساسیتی که از قبل اینها داشت رو از دست بدهد. البته موفق هم نمیشن، یعنی انقدر این سابقه کثیفی این گروه داره که هم ملت ایران یادش نمیره، هم جامعه جهانی به این راحتی نخواهد پذیرفت. بله، البته حالا جامعه جهانی واقعا به این راحتی مثل اینکه بر مواقعی پذیرفته. تازه کجاشو دیدید؟ طوفانی در راهه که روزش هست و نیستتون رو برباد میده. حالا همه این اتفاقات در حالی داره میفته که فاتحه برجام خونده شده و شیخ فری مجبور شده واسه به دست آوردن دل ریزشی‌ها از این حرفا بزنه. اینه که ما تسلیم نمیشیم در برابر آمریکا، عزت ملی و تاریخیمون رو حفظ میکنیم، آمریکا رو به زانو در میاریم در این مبارزه اراده ها. البته این حرفا مال جلوی دوربینه، وگرنه پشت پرده الفرار. بسیجیام دست شیخ فری رو خوندن و تو مجالس روزه خودشون اینجوری با شیخ فری تصفیه حساب میکنن. پیام اومد از یه رفیقم که رهبر تو تمام این قصه و اینها تو جریان بوده و اینها رهبر امروز باید پس بده، جواب پس بده و اینها که کار به اینجا کشیده شده. اینها گفتم تکرار تاریخ، رهبر باید جواب بده اینها که چرا کار به اینجا کشیده شد. لعنت بر شما خوارج. تاریخ تکرار میشه. چرا؟ چون که جامعه حرفایی که هنوز سال ازش نگذشته رو بشنوه. چجور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟ ناراحتی تحریم برداشته شده؟ کاسبان تحریم ناراحتید؟ چه گریه میکنی؟ چه گریه میکنی؟ شبیش اینا رفتن با هم دیگه دست دادن، روزنامه عکس رو زد. صبح تو پمپ بنزین ماشین نشسته بودم، روزنامه رو داشتم میبرم. پمپ بنزینیه، یعنی قشر چند جامعه. یه دفعه چشمش افتاد به این عکس دست دادن این احمق با جانکری. یه دفعه دیدم پمپ بنزینی چی زد زیر گریه. گفتم چه گریه میکنی تو؟ گفت نباید اینجوری میشد. پمپ بنزینی چی؟ این پاسدار قاسمی میخواد بسیجی‌های ریزشی رو با این شامورتی بازی‌ها بار بزنه که یه وقت از گاری نظام جا نمونن. خبر نداره که کل گاری داره چپ میکنه. تازه این که همه داستان نیست، جام زهر منطقه‌ای هم در راهه و آخوندا مجبورن با این اراجیف تروریسم به منطقه‌ایشون رو ماله بکشن. ما اگر ظرفیت نظامیمون یا مستشاریمون برای سرکوب تروریست ها در عراق و سوریه هست، مسئله امنیت ملی خودمون هم به طور جد درش لحاظ شده.
شما این تروریست ها رو میشناسید، اینا ایرانی ها رو رافضی میدونن، میگن از کودکشون تا پیرشون رو باید بکشید. با این سیاست راهبردی ایران نه تنها کمر داعش بلکه کمر بانیان و حامیان آن را هم شکست. اما خودشون هم میدونن که این حرفا مسئله ازشون حل نمیکنه و بعد از لغو برجام گربه ولایت بدجوری توی بطری گیر کرده. همه این نمایشان برای اینه که یه عده بسیجی نفس بریده رو سرحال بیارن و بهشون تنفس مصنوعی بدن. یه ماراتون به اصطلاح حالا ورزشکارا راه افتاده، بعضی ها این 40 کیلومتر بعد دوید، این حالا تو 2 کیلومتری بعضی نفسشون بریده است. خب بگی یکی دیگه بیاد، من نمیتونم. این هم وضعیت دلنگون عظما در این وانفسای داخلی و منطقه‌ای و بین المللی. یادتونه مدتی پیش پاستور عباسی درباره علت بحران آب اینطوری گفت؟ الان تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست. ما به قرآن اعتقاد داریم یا نداریم؟ طرحهای هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز 2/3 در خشکسالی وحشتناکی به سر نمی برد که در کالیفرنیا اینا اعلام وضع اضطراری کنن، پلیس آب بگذارن، هر کی این گونه مصرف کنه مثلا دستگیرش کنن. همین وضعیتی داره تو تهران رخ میده. حالا که قضیه بیخ پیدا کرده و قیام مردم جنوب به خاطر بحران آب شروع شده، این وزیر کشور کابینه شیخ فری رفته بالای منبر تا با این توصیه‌های 100 من یک قاس صدای مردم رو خاموش کنه. همه ما با هم باید این کار رو انجام بدیم و در غیر این صورت با تهییج و با تحریک و اینا واقعا راه به کار جایی نخواهد رفت، بلکه مسائلی ایجاد خواهد کرد که اون مسائل جلوی کار اصلی نمیخواد گرفت. همین آب را به هر حال جناب عالی که میخواید بیاد استحمام بکنید، میرید وضو بگیرید، میرید هر کار میکنید، تلاش کنید که از امروز به نصف برسونید، تلاش کنید به 10% برسونید، به 20% برسونید، مردم رو باید کمک کنید. میخواست با این حرفا آتیش قیام رو خاموش کنه اما چپ کرد. این مفتخورا در حالی برای مردم روزه صرفه جویی میخونن که آقازاده هاشون تو همین وضعیت هزار تا BMW وارد مملکت میکنن. همش BMW. گمرک بوشهر هستیم، میبینید تمام اینا مال آقازاده ها که میخوان استخراج کنن. بعد میگن ملت پول نیست، فقط دوست گلک دروغ. واقعا اینا میگن ملت میتونن دزدی کنن، بعد میگن پول نیست. نگاه کن چقدر ماشین وارد کردم. بعدم پول مردم رو خرج ساختن امامزاده برای کشته‌های جنگشون میکنن. یک روزی فرمانده کل سپاه رفت خدمت مقام اعظم رهبری، گفت ما میخواهیم این امامزاده های کشور را بسازیم. همین امامزاده هایی که امروز در اطراف و اکناف ما هستند، برکت کشور ما هستند. آقا فرمودن شما امامزاده های خودتون را بسازید. چون عرض شد امامزاده های ما کی هستند؟ فرمودن امامزاده های شما شهدای شما هستند. تازه همه اینا یه طرف، ساختن بیمارستان با پول مردم ایران برای اوگاندا و باقی نونخورهای نظام هم یه طرف. هدف این طرح در حقیقت ارائه خدمت به مردم عزیز اوگانداست با دیدگاه صادرات خدمات و کالای حوزه سلامت کشور. 1.5 میلیون دلار برای ساخت و زیرساخت‌های اون هزینه شده توسط وزارت امور خارجه. اینم یه نمونه دیگه از خاص خرجی‌های آخوندا که فقط شنیدنش باعث میشه برق از سر آدم بپره. کیروش سال 2014 $2,060,000 دریافتی داشت، در سال 2018 $2,260,000. بله، نزدیک به 430 برابر درآمد سرانه دریافتی داشت. کارلوس کیروش 430 برابر درآمد سرانه مردم ایران پول میگیره. بله.
بله، هندونه رو خودشون میخورن، تخمش میمونه برای مردم ایران. البته در زمینه همین بخورها دعوای بین باندها ادامه داره و اینطوری دست همدیگر رو میکنن. کسی که از یه طرف فیلم ویلای لواسونش منتشر میشه، اما از طرف دیگه با حرفایی که دل آدم کباب میشه گفت اول دوره جدید وزرا باید اموالشون رو خدمت رئیس قوه قضاییه گزارش میکردن. این وزیری که برای شایعه درست کردن 7000 میلیارد تومان ثروتشه، برید بپرسید مبلغ موجودی حساب من 4.5 میلیون تومان بود. وزیر 7000 میلیارد تومانی آقای قاضی پور کل موجودیش 4.5 میلیون تومان بود. اینو من نمیخواستم بگم، دخترم گفت آبروی بابا، آبروی ما میره، آبروی من میره. کل موجودی حساب دختر من 638,000 تومان بود. کیه که ندونه دعوا سر لحاف ملاست و هر کدومشون دنبال قلمبا کردن سهم بیشتری از قدرتن. یعنی همه چیز در یک عبارت خلاصه میشه و اون هم چیزی نیست جز بخور. وقتی کار بالا میگیره و آخوندا احساس خطر میکنن، اون وقت یه عده‌شون از ترس رو میارن به تمرین دفاع شخصی. یکی نیست به این حجت الاسلام بروسلی بگه آخه تو که زدن نداری، تو با اشاره دست رو زمین پهن میشی. یه عده از آخوندام تلاش میکنند با این جنگولک بازی ها خودشون رو اهل دل جا بزنن. البته این روزها آخوند خوانندم تا دلتون بخواد پیدا شده، یعنی خودش رو به در و دیوار میزنن تا یه وجهی برای خودشون دست و پا کنن. میشه باشی یا تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم، دلم دیگه دلتنگیاش بیشماره، هنوزم به جز تو کسی رو نداره، عوض میکنی زندگیمو تو یادم دادی عاشقیمو. این هم یکی دیگه از محصولات اقتصاد مقاومتی در سال حمایت از کالای داخلی. قضاوت با خودتون. ماشین صفر تو تاریخ 13/5/93 می‌بینید که نام خودرو رانا، 2 نقطه ماشین رنگ داره، یعنی زیر رکاب سمت شاگرد کامل رنگ داره، گلگیر عقب سمت شاگردم رنگ شدگی داره. بعد از اون اومدم داخل شهر، متوجه نبودم، داشتم حرکت می‌کردم، خودروی دیگه رو دارم بهم اشاره میکنن، ماشین رو پارک کردم، نگاه کردم دیدم اگزوز ماشین آویزونه، رفتم زیر ماشین دیدم اگزوز ماشین رو با 2 تا سیم مفتول بستم به زیر ماشین، حالا سیما باز شده، اگزوز افتاده کف خیابون. در انتها توجه شما رو به چشمه‌هایی از چند آدم حرفه‌ای جلب می‌کنیم که در اثر تمرین به یه چنین تسلطی رسیدن.